حالا میلیاردها نفر آدمان با آب نوشابه بی‌خطر و خدمت‌رسانی‌های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار میشند. طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید.